بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. پیدایش حیات، دلیل عجایب از قرآن کریم. آب برای همه جانورهای زنده ضرور است. همه ما می‌دانیم که به آب زندگی نیست، اما در قرآن کریم سوره انبیا آیت 30 دلیل عجایب آورده شده است. به نام خداوند بخشنده مهربان. آیا کافران نمی‌دانند که آسمان ها و زمین به هم یک جای چسبیده بودند؟ ما آنها را جدا کردیم و هر چیزی زنده را از آب پیدا کردیم. چرا ایمان نمی آورند؟ در این آیت گفته شده است که همه جانور زنده از آب پیدا شده است و از آب عبارت است. معلوم است که همه جانوران زنده از حجیره عبارتند. اکنون برای علم معلوم است که حجیره ها اساساً از آب عبارتند. برای مثال 85% سیتوپلازم حجیره ارگانیسم زنده را آب در بر میگیرد. امکانیت دیدن ساخت حجیره ارگانیسم های زنده تنها بعد از اختراع میکروسکوپ به وجود آمد. ولی اگر قرآن فرستاده نمیشد، کدام از انسان ها پی می برد که همه جانور زنده از آب عبارت است؟ این دلیل تاریخ 14 عصره دارد.